السلام علیکم بینندگان عزیز. برنامه اویله را شروع میکنیم. امروز مهمان برنامه ما زولان جان چیسلاکوف میباشند. خوش آمدید در بار دیگه. رحمت. با برنامه اویله. مقصد تشریف آوردن شما در برنامه ما چیست؟ مقصد اشتراک کردن من در همین برنامه آن است که من به همه مردم گفتنی هستم که نسبت زوجه های خود، نسبت همسران خود، نسبت اویله های خود مهربان باشه. اوی سرمی همین من تا حال طرف اویله خود، همسر مهربان خود تو گفتگی نیستم. ما همدیگر رو شما گفته فریاد میکنیم و مقصد منم همون است که نسبت فرزندان، نسبت خاندان، نسبت اهل اویله اوی دست مهربان باشید، همدیگر رو دوست دارید. مثل منو همسر مهربانم مهوش بانو، ما در خانه به یکدیگر نفس کشیدن نمیتوانیم، به یکدیگر یک پیاله چای خوردن نمیتوانیم. انا برای همین از همه مردم خواهش میکنم که احترام باشید. زن گلی خاندان، زن زیبی خاندان، زن عطر و دوخی ما مردم میباشد. ما به زنها هیچ هستیم. من از شما، از اویله ما، از زندگی ما، از حیاتی که ما همراه همسر مهوش جان اون بسر بوده ایستاده، شما عبرت گیرید، مردم آموزید. انا بینید ما چه زندگی میکنیم. حتی همسایه ها در زندگی ما و مهوش بانو هوس میبرند، با ما رشک و حسد دارند. ما نسبت همدیگر یگان ذره و خیانت نداریم، همدیگر رو احترام میکنیم، دوست میداریم. باور کنید اگر و مسئولیت من همین است که در این برنامه اشتراک کردن من در برنامه اویله از بلد است که من خواهش میکنم که زنهای خود رو احترام کنید، مثل گوهره که چشم دوست دارید. با شما گمان نکنید که این دست شکسته و سری بسته من از ماجرای اویلوی است. نه، من هرگز اویله خودم رو تو نمیگویم، فقط برای من شما است. مثل که سمالوتی تو رو من شما میگویم، توی 134 اویله هم رو شما میگویم. برای همه شما مردم از زندگی ما عبرت گیرید، جنگ و جنجال نکنید، مثل ما با همدیگر مهربان هستیم. یک ناله نان رو ما به همدیگر نمیخوریم، همدیگر رو دوست میداریم. اگر باور نکنید انا بینید. کجا آمدی تو؟ در بیرون. تو دانیم شب در کجا میگردی؟ خیلی جوران بودم آخه. چه در کجا در این شب میگردی؟ تو خانه نداری؟ دورو؟ خیلی خانه داری که در بالای دسترخوان نه شکر های، نه روغن های. تو چه خیلی مردک خانه ای؟ خیلی چی بکنم؟ تو در خانه نه پیاز میاری، تو در خانه نه برنج میاری، تو در خانه شکر نمیاری. تو چه خیلی مردکی؟ ها؟ پول ندارم اینجا بیرو خیلی. چیکار نکنی اگه؟ گپ درسته. مخدم بیزون شدگیم. یکم رسما میپرتم، یکم درودم میکشم. برو پرتو. جانی مرم خلاص شما ایترم. هیچ جونی شدی قدر جنگم نکی. تو آبشت خودت چیکاره ای؟ زنگ نزنم تلفنات کشتگی؟ یک رئیسی تو؟ نداشت تلفن مخی.